مواظب باش کسی در گوشت نگه این کار بکن برای میت، این کار بکن برای میت، پلاوی راه اندازی بکن، پارچه‌ای بزن، لباس سیاه بپوش، یقت پاره بکن. من بارها دیدم میتی واقع میشه داماد نشده حنا به پاش میدن، دست و پای میت حنا میدن که نه داماد نشده. نقل و پول و شکلات میریزن رو جنازه، گلاب میبرن سر قبر. گلاب برای خوشبو کردن لباس و سر و صورت و خوشبو کردن غذاست، نوشیدنی هاست. گلاب برای تو خاک ریختن نیست. با چه مجوزی تو گلاب بردی سر قبر اونجا هر شب جمعه سوراخ میکنی وارونه بریزی تو خاک؟ برای کی؟ القبر اما روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. حق نداری چنین خرجایی بکنید. این خرجا اسراف نه، این خرجا حرامه. قبر رو برید اونجا سنگ مرمر بکنید 700,000 تومان 800,000 تومان. حالا دیگه دارن تطور پیدا میکنن، از بس چشم به همچشمی هست دیگه خیلی از قبرهای امروز آمدن عکس رنگی بزرگ تو قاب گرفتن رو سنگ قبر نصب کردن. برید ببینید تو قبرستان. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت علی گفت هر قبری بالاتر از یک وجب صافش کن. یک وجب خاک خودش. حیف این پولا اونجا داره صرف میشه. این پولا اگر بیاد تو خیر چی میشه؟ باید دعا بکنیم، همراه دعا به صاحب میت بگیم که این پارچه هایی که می نویسید، این پلاو هایی که می دید، میت واقع شده، وظیفه همسایه است که همراهی بکنه 3 روز صبحانه نهار شام بپزه ببره اونجا تحویل بده، ظرفاش هم بر بگردونه که صاحب میت دست به هیچ چیزی نزنه تو این 3 روز تا آرام بگیرن. همسایه غذا درست کرده رفته اونجا، غذا فرستادن قسمت زنانه، مثل این که عروسیه، همه جمع شدن بخورن. بعد روز جمعه بوده، یکی از زنها میگه که پس دسرش کجاست؟ نوشابه آوردی؟ حالا همسایه غذا درست کرده برده برای خانواده میت، زنهای دیگه آمدن مفت بخورن، میگه دسرش کجاست؟ ترشیش کجاست؟ نوشابهش کجاست؟ سبزیش کجاست؟ لیمو نداره. سبحان